بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه قسمت دوم داستان اسید بن حضیر رو میخوایم با هم بخونیم. به اونجا رسیدیم که اسید بن حضیر در گفتگویی که با مصعب بن عمیر داشت مسلمان شد، به تبع اون سعد بن معاذ مسلمان شد و قبیله اون بسیاری از این کسانی که بهش توجه داشتن با توجه به اون خردمندیش، نگاهش و رفتارش، اون هم مسلمان شدن. و گفتیم که اسید بن حضیر در همه چیز ممتاز بود در قبیله خودش، در بین عرب حتی مورد توجه بود، چه در خواندن، نوشتن، سوارکاری، تیراندازی، چه در رفتار و خیر و بخشش انسان کاملا متمایزی بود. به این مرحله هم رسیدیم که حالا مسلمان شده، رو به قرآن آورده. قبل از اینکه بحث رو به قرآنش مطرح کنیم، روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که ابو هریره رضی الله عنه نقل میکنه که پیامبر گفت عجب آدم خوبی ابوبکر، عجب آدم خوبی عمر، عجب آدم خوبی اسید بن حضیر. این نشون میده که اسید بن حضیر در چه موقعیت و چه مقامی قرار داره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو در رده سابقین اولین قرار میده، در کنار عشره مبشره قرار میده. بله، داشتم میگفتم که اسید بن حضیر بعد از اون توجه به قرآن کرد، سعی کرد با تمام وجود آیات قرآن رو بشنوه و این وجود تشنه خودش رو سیراب از کلمات وحی بکنه و چون میفهمید این آیات رو و چون درک میکرد به ظرافت‌های این پیام الهی، کاملا در وجودش اینها تأثیر کرده بود. شخصیتی بود که شبها در قیام بود، در روزها در میدان جنگ کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود که فقط در جنگ بدر ایشون شرکت نکرد و که بعدها نقل شد گفت من فکر می‌کردم که این فقط فرض کنید برای گرفتن شترها و چیز دیگر و جنگ نیست، یعنی حسرت می‌خورد که چرا در اون جنگ شرکت نکرده، اما در جنگ‌های دیگه شرکت داشت. در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ احد همراه پیامبر بود و یک قهرمان و یک مبارز بود. حالا همراه باشید، در اون قسمت رو هم خواهیم گفت. بله، ایشون ضمنی که یک جنگجو، یک مبارز و یک مجاهد بود، یک آدم عابد و یک قاری قرآن با تأمل بود، نه مثل قرای قرآنی که فقط نمایشی میخونن، فقط سعی میکنن با تصنع بخونن، نه بر قلبشون مینشینه، نه بر روحشون، نه بر قلب و روح دیگران. صدای بسیار لطیف و اثرگذاری ایشون داشت وقتی که قرآن رو تلاوت میکرد. در هنگام شب، در نیمه های شب، ایشون در آرامش شب که همه جا رو فرا میگرفت و همه در خواب بودن، مینشست در حیاط منزلش و در پشت منزلش که وصل بود، اونجا خونه ها به صورت باغ و اینها هم بود، مینشست و تلاوت آیات رو میکرد. خیلی جالبه، میگن در یکی از این شبها که ایشون داشت تلاوت قرآن میکرد، یک اتفاق عجیبی افتاد. یا کنید این منحصر به اسید بن حضیر نیست، صحابه پیامبر همه همچنین بودن، همه واقعا به تلاوت قرآن اهمیت میدادن و دقت در معانی قرآن اهمیت میدادن و همگی سعی میکردن که این کار رو انجام بدن. گاهی هم کسی قرآن میخوند، همه میرفتن که تلاوت قرآن رو گوش کنن. مثلا اگه کسی در منزلش قرآنی میخوند، همسایه ها گوش میکردن گاهی ببینن چی میخونه، مخصوصا اگر صدا خوب بود و این اثرگذار بود، چرا که اینها مستقیما از زبان پیامبر آیات قرآن رو میشنیدن، تر و تازه همین آیات رو تلاوت میکردن و یک زیبایی و تأثیر خیلی عمیقی داشت. یعنی بین انزال وحی توسط جبرئیل که بر پیامبر نازل میشد و بعد از پیامبر برای صحابه نقل میشد، هیچ واسطه‌ای وجود نداشت، مستقیما اینها رو دریافت میکردن. اما ببینیم حالا داستانی داره، خیلی جالبه، داستانی داره در یکی از تلاوت هایی که اسید بن حضیر داره در این مورد. میگن در یکی از شبها اسید بن حضیر در پشت منزلش، حالا مثلا میگم، حالا مثلا یکی میگه حیات جلوی حیاته، که میگه در پشت، حالا قسمت باغ منزل اینها هر چی بود، اسب خودش رو اونجا بسته بود و پسرش هم یحیی خوابیده بود کنارش. حالا پسر بچه‌ای بود یا هر چی بود، اونجا کنارش خوابیده بود و ایشون همیشه آماده بود. به خاطر همین اسب خودش آماده داشت که هر زمان فرمان جهاد صادر میشه حرکت بکنه. در اون شب آرام، در اون شب ساکن، در اون لطافت در اون وقت شب که آسمان صاف رو همه میتونستن به خوبی ببینن و ستارگان جلوه های خودش رو داشت، شروع کرد اسید بن حضیر تلاوت آیات قرآن رو. یک لذت زیبایی از این تلاوت آیات قرآن در درون خودش پدید اومد و با اون صدا و با اون اثرگذاری که داشت میخوند شروع کرد خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم،
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. همینجوری شروع کرد آیات رو خوندن تا اینکه رسیدن من قبل که بالآخرت هم یوقنون. یه دفعه متوجه شد که این اسبش بیتاب شده، اصلا تحمل نمیکنه این رو و میخواد خودش رو از جا بکنه و دوباره ایشون ساکت شد، تلاوت رو قطع کرد، اسب هم آرام شد. دوباره شروع کرد اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. باز دوباره اسب همینجوری بیتاب شد، هیجان گرفت، دوباره ایشون ساکت شد، اسب هم ساکت شد. چند بار این رو تکرار کرد و اسب همین اتفاق میافتاد. آخر ایشون ساکت شد، ترسید مبادا در این هیجانی که برای اسب رخ میده، در این نشاطی که اسب پیدا میکنه از شنیدن این آیات قرآن، خدای نکرده آسیبی بزنه به فرزندش. این بود که ایشون ساکت شد و یه دفعه چشمش به آسمان افتاد. در آسمان یک روشنایی خاصی رو احساس کرد و دید که روشنایی از بالا رفت و از چهرش، یعنی از منظر دیدگاهش دور شد. صبح که شد اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، داستان رو برای پیامبر تعریف کرد چه اتفاقی افتاده. پیامبر گفتن این فرشتگان بودن که اومده بودن تلاوت تو رو گوش میکردن، چون میدونیم که فرشتگان الهی در روی زمین هستن، بالاخره در تحرکن، خیر و برکت. همان گونه که نیروهای شر و بدی در همه جا حضور دارن، نیروهای خیر و نیک هم همیشه حضور دارن. میگه اگه تو بیشتر ادامه میدادی تلاوت قرآن رو، طوری میشد که دیگه همه میتونستن این صحنه ای رو که تو در اون لحظه دیدی برای همه آشکار بشه. اسید ابن حسین خیلی شوق و علاقه بیشتری پیدا کرده بود نسبت به قرآن و همچنین نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر هم خیلی متأثر بود از این صفای پاکی دل ایشون آیات قرآن از پیامبر میشنید، آیات رو تکرار میکرد. وقتی پیامبر سخنرانی میکرد، گفتگو میکرد، چشمش، گوشش، قلبش با پیامبر بود. تا اینکه یه روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اتفاقی افتاد. ایشون رفت بود پیش پیامبر تکه اودی چوبی دستش بود و زد به اسید، همینجوری، حالا شوخی بود یا هر اتفاقی بود. یا اسید گفت یا رسول الله من میخوام شما به من زدید منم بزنم. پیامبر گفت خب بیا بزن. همه نگاه کردن چه اتفاقی افتاده. گفت نه یا رسول اینجوری که نمیشه، شما وقتی زدید بدن من لخت بود، شما هم باید بدنتون رو، پیراهنتون رو بالا بزنید تا من بزنم. پیامبر هم پیراهنش رو بالا زد. در این لحظه اسید خودش انداخت به روی پیامبر و اون محل رو شروع کرد بوسیدن، بدن پیامبر رو بوسه زد و این یک فرصتی بود که براش پدید اومد. گفت یا رسول الله من هدف انتقام گرفتن نداشتم. البته میگن آدم شوخی بود، اهل مزاح بود و همین کار رو هم با شوخی در اون جلسه انجام داد و من میخواستم که بدن شما رو لمس کرده باشم و از برکات و خیر این رحمت بی نصیب نشم. این اوج و علاقه و محبتی که وجود داشت. یا کنید خیلی عجیبه. حالا مثلا در اون داستان برخی نقل میکنن گفت ها یا رسول الله من دردم گرفت این مثلا برخوردی که شما کردید میخوام قصاص بکنم و تا این حالت اتفاق افتاد. بعد گفت یا رسول الله من از روزی که مسلمان شدم و به ایمان آوردم به دین شما دنبال این یه فرصتی بودم که بتونم به چنین آرزویی دست پیدا کنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم بسیار علاقه‌مند بود. در جنگ احد نقل شده که 7 تا ضربه نیزه و شمشیر اینها بر بدن اسید ابن حضیر در دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده بود و زخمی شده بود ایشان. و این نکته خیلی جالبی داره این بود که اسید خیلی سعی میکرد انفاق بکنه، خیلی سعی میکرد بخشش بکنه و این انفاق و بخشش سبب شده بود که مورد توجه همه قرار بگیره و پیامبر خدا هم اینو میدونست. بعد یک اتفاقی هم حتی یک سری افتاد که در بحث غنایم بود و اینها پیامبر وقتی تقسیم میکرد اسید مقداری نگران شد. گویا رسول الله نکنه مثلا شما دید پیامبر خب کسایی تازه مسلمان میشدن گاهی بیشتر توجه میکرد. بعد پیامبر گفت نه نگاه کن اسید این گونه نیست. گفت شما معشر انصار، گروه انصار دقت کنید، خداوند بهترین ها رو نصیب شما کرده و خداوند به خاطر این صبر و پایداری شما بهترین رو به شما داده و شما بعد از من ممکنه چیزهایی رو ببینید اما صبر کنید، پایداری کنید تا با هم در حوض کوثر با هم دیگه ملاقات بکنیم. داستان اینجا صحنه خیلی عجیب اتفاق میفته در دوران عمر رضی الله عنه. بعد نیست که با هم بشنویم، این خیلی قابل تأمل هست. میگه که عمر یک لباسی رو برای بالاخره از غنایم میومد تقسیم میکرد برای اسید ابن حضیر فرستاد. لباسی رو فرستاد، لباسی بود که براش کوچیک بود. لباس برای اسید ابن حضیر کوچیک بود، مناسب تنش نبود.
بعد ایشون رفت تو مسجد، دید یک جوانی از قریش، از مکه مثلا، لباس خیلی بلند و قشنگی تنش هست و بلافاصله به دنبال عمر فرستاد. گفت چیه داستان؟ گفت من ناراحتم. گفت چرا ناراحتی؟ گفت نگاه کنید این لباسی که به من دادید لباس کوچیکه، ولی این لباس براش بلند هست و اندازش هست و فلان. و بعد بیادش هم افتاد که پیامبر گفته ممکنه بعد از من شما کسانی رو ببینید که بالاخره اتفاقایی بیفته، شما از اون اتفاقا ناراضی باشید. بعد رو کرد به عمر. عمر خب بالاخره این اتفاق افتاده، من تکلیف چی؟ و عمر گفت من مطلب براتون باز میکنم، بریم جوان قریشی رو بیارید. جوان قریشی این لباس به کسی دیگری رسیده بود در جریانی، اون فروخته بود و این جوان قریشی این لباس رو خریده بود. و بعد عمر دیگه رو به این اسید بن حضیر میکرد، میگه آیا فکر میکنید که آیا این اتفاقی که پیامبر گفته بعد ممکنه روزی برسه شما چیزهایی رو ببینید ناپسند در عهد من عمر اتفاق بیفته؟ گفت نه، عدالت شما اصلا مانع از این هست. واسه یک لحظه این توهم برای من پیش اومده بود، تا اینکه میگن که اسید بن حضیر زمانی که ایشون از دنیا رفت، خود عمر تابوت ایشون رو به زیر تابوت ایشون بود و تا قبرستان بقیع این رو حمل کردند و خود ایشون رو نماز خوند و دفن کرد اسید ابن حضیر رو. و گفتن که اسید ابن حضیر حدود 4000 درهم بدهکار هست و به خاطر این باید اون زمینی که ازش به ارث مونده برای فرزندانش زمین رو بفروشن و بدهکاریشو بدن. وقتی خبر به گوش عمر رسید گفت نگاه کنید خانواده اسید بن حضیر مثل خانواده خود من هستند و من این برادر خودم رو بعد از مرگش رها نمی‌کنم. بدهکاری اسید بن حضیر به عهده من بدهکاریش میدم، اما زمین اسید بن حضیر رو نفروشید که این نیاز فرزندانش خواهد بود. بله، داستان اسید بن حضیر هم به پایان رسید تا روزی دیگری و جلسه دیگری، تا خداوند ما رو در پناه خودش قرار بده. خداوند یار و نگهدارتون.